سلام چطوری بچه تا اینجا خوش اومدید 22 ویدیو کانال مستراپون. آقا امروز اومدیم که به خرشانس ترین نفر رو روی کره زمین ریاکت کنیم، کسایی که یه چوسه مورچه فاصله دارن تا مرگشون و اعصاب خوردگیشون. کلا آره ویدیو رو ببینید. قبل از اینکه برید سراغ ویدیو لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم آن کنید تا به من از ویدیو جدید چون اولین کسی روش که ویدیو منو میبینید. اینستاگرام که این بالا براتون میذارم، ممنون میشم فالو کنید و بدون سوال از آخر بریم سراغ ویدیو. اولین نفر رو ببینیم. گوشیش افتاد. شت دیدید؟ گوشی آیفونت اومد افتاد دست خودتون فهمیدید. احتمال این قشنگ قد یه چوسه پشه. این داشت میمرد. به یه چوسی بند بود. این داشت میمرد. خیلی خرشانسن اینا. مگه میشه؟ پشمام، مگه میشه؟ اصلا مگه داریم؟ خدا وکیل خرشان‌تر از اینا تو دنیا نیست. داشت میمردیم. انقدر میخواست. برید یه نفر اون بنده خدا رو که افتاد زمین رو جمع کنه. یعنی چی؟ تولدت مبارک از همینجا. پشمون، آدم چقدر میتونه خرشانس باشه که اون یارو اونجا باشه و کیک بیفته دقیقا رو دستش، حتی اینقدر ازش نرفت. وای ببین، این خیلی شانسش، این هدشات شد. این رسما هدشات شد، یعنی شانس آورد نمورد. اون پشت، ببین اون پشت چقدر گاو بوده، یعنی گاو بوده. یارو خودش هم متوجه شد که کلاش پخش شد پایین. این چقدر دیگه گاو بوده. این احتمال این چند درصده؟ خب ببین احتمال این چند درصده که یارو اون پیرزن حالا با خانواده رد بشه از اونجا، بعدش سریع اون بریزه، بعد آتشش رو سریع راه برسه. مگه داریم؟ اصلا احتمالش این چند درصد؟ 1/100 هم نیست احتمال این. خدا از این شانس هم نام بده. یارو رفت تو سوراخ گیر کرده، یعنی شانس آوردیم رسید در تو میمردی. چقدر این شانس داره. و تو چجور رفتی اونجا گیر کردی؟ این مهمه. تو چجور گیر کردی؟ اول اینو تو معلوم بود چجور گیر کردی، بعد ما اوکی بهت بگیم خرشان. ببین سرشو نخوانده بود، الان سرش این بالای کشتیه بود، اینجای کشتیه بود، یعنی خیلی شانس بود. او مای گاد. یه بار دیگه ببین این چقدر خرشانس میتونه باشه که اینجا بخواد بزنه زمین. شانس بود. این نگاه چقدر این مهارت خرشانسه. کل گاوا رو چسبون با هم دیگه. مگه میشه آخه اینقدر شانس؟ ای والله. مرده هیچیش نشد. دیگه چه شانسی هم خدا وکیل. ببین اینقدر یه چوسه، اینم یه چوسه میخواست بره توی مهر فاتحه. اینقدر همش اینقدر سانکا اینقدر. برای اینه میگن یه چوسه بنده، به یه چوسه مورچه فقط. یه چپ میکنه. ببین کامیون به اون گندگی چجور اومده هوا. راننده مگه بشه راننده بودم پشون میره اصلا میمردم.
یارو مگه میشه درخت بیفته روش بعد هیچی نشده باشه؟ یارو هم تازه از اون بالا اومده باشه بیرون. این خر شانسی این داره خب پشت اونا رو داره میگیره کنه برفا رو. کل برفا که ریخ هیچ خودش هیچیش هم نشد پله اومد پایین. ای والله چرا ما از شانس نداریم؟ احتمالش ببین این چه تایم، ببین این چقدر تایم اومدنش دقیق بوده. جوری اومده که اون گرد بودی که اومده یا حالا هر کفت زرمانی که اومده نت این انقدر این هم یه چوزه تو جان خودم یه چوزه بند اتوبوس آخه از اینجا رد میشه آخه اسکل. این داشت میمرد این داشت میمرد این داشت میمرد این جدی داشت میمرد این خدایی داشت میمرد به حق داشت میمرد به جان خودمون. گرداده داریم میره طرف خونه. خب الان قراره چی بشه؟ خب الان خونه رو خراب میکنه. الان رسید به کار خدا رو نام کن. رسید به ساختمان وسط ساختمان اینجور رد شد. خرشانسا یعنی این باید زنم قبلی چی شد هم نفرم قبلی چی شد قبلی چی شد. خب این همین که داره میپره. چقدر این شانس رو داشت میدید و داشت تنها بس میکرد اگه افته پای اون تنها بکشش بیاد بالا. تنها قطع شد و رسید به آخر پایان خط پایان. خب گلفینه دیگه. آدم چقدر میتونه خب خرس شانس باشه که گوشیش بیافته تو بعد بیاد روی سر دلفینه بیارش بالا. دیگه نمیدونم واقعا مغزم دیگه کشش ندارد. شیره رو چجوری در وا کرد؟ این مهمه. ببین یکم دیگه پره بود بالاتر بود خب این کلش رفته بود. ولی عجب صحنه خفنی در من دارم. رفت پایین شیشه. تو نمیخواد با از این حرکت ها بزنی آستا. آدم چقدر میتونه ببین چقدر میتونه شانس داشته باشه از پنجره اون 2-3 طبقه معلوم چند طبقه خیلی طبقه زیاده من بیفته پایین بره برای مردن. بعد کامیون سطل زباله ها هرچی کرد بیفته تو اون. خیلی ببین شانس میخواد. خودش هم پشمش ریخته بود. وای خوب شد دیگه هم تموم شد سری دیگه. اصلا داشتم خودم ناامید میشدم دیگه. ما از این خرشانسی ها نداریم. ما اصلا نداریم چیکار کنیم. آره دیگه داستان ماستان آره خب بریم برای پایان ویدیو دیگه چرت و پرت زیاد نگم وقت تایم ویدیو رو نبرم بالا. آره خب اینو می‌خواستم که اگه جدید هستی و تازه ویدیو رو می‌بینید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و همون زنگوله نمیدونم چرا دارم می‌خونم زنگوله بغلش هم آن کنید تا به من ویدیو جدید چون اول کسی باشه که ویدیو منو می‌بینه. این سوالی که بهتون اول ویدیو گفتم و تا ویدیو بعد بدرود. With